بچه ها حتما خبر رو شنیدین دیگه. زندگی بدون گوشی اونقدرها هم که فکر میکنید فاجعه نیست. خب شاید یک خورده باشه. اولش شوکه میشی. یهو چرا هوا اینقدر سنگین شد؟ تازه میفهمی که حتی تاریخ امروز رو هم نمیدونی. از یکی بپرسی انگار از یه سیاره دیگه اومدی. یه جوری نگات میکنن. بعدش میرسی به مرحله پارانویا. نکنه یه پیام مهم رو از دست داده باشم. آروم باش. قول میدم کسی بهت پیام نداده. حالا شروع میشه آزمایش اجتماعی. یعنی باید رو در رو حرف بزنیم بدون شکلک؟ چه کار سختی. باید بلند بلند بخندی. آره، همون کاری که قبلا آدما میکردن. بعدش نوبت میرسه به تقلا برای یادآوری. چطوری بدون گوشی چیزی رو یادت بمونه؟ اسپویل نمیمونه.